درس دوم، مدرنیسم و مسائل تازه. یکی از مهمترین عواملی که به بینش امروزی ما از فلسفه هنر و زیبایی شناسی شکل داده، پیدایش و تکوین مدرنیسم است. اگر بحث را به پیشرفت فرهنگ و به معنای خاص به تکامل هنر محدود کنیم، آنگاه می توانیم به یاری اصطلاح مدرنیسم بازتاب فکری آن دگرگونی‌های عظیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که از میانه سده 19 در گستره‌های گوناگون زندگی در اروپا و ایالات متحد و در پی آنها در کشورهای واپس‌مانده روی داد درک کنیم. مدرنیسم پدیده‌ای است که به تاریخ 1.5 سده گذشته فرهنگ غرب مربوط می‌شود و با مدرنیته تفاوت دارد. البته اینجا باید به دقت دانست که به چه چیزی می‌گوییم مدرنیته. بسیاری از نویسندگان به دلایل پذیرفتنی کل دگرگونی‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را از رنسانس به این سو با اصطلاح مدرنیته مشخص می‌کنند. در این میان دسته‌ای از نویسندگان مدرنیته را ایدئولوژی مدرنیته می‌دانند و می‌گویند که رسالت مدرنیسم دفاع از مدرنیسم است. اینان اندیشه و فرهنگی را مدرن می‌خوانند که با نهادها، باورها و خرافه‌های سنتی مبارزه کند، با آرمان‌های مدرنیته و با خردباوری یا راسیونالیسم و نیز با انسان‌باوری و بینش دنیوی همراه باشد. به این ترتیب از دید این نویسندگان کار مهم و اصلی مدرنیسم در گام نخست دفاع از خردباوری مدرنیته است. اما پرسیدنی است که آیا به راستی هنر مدرن به عنوان یکی از مهمترین و بارزترین جلوه‌های مدرنیسم از خردباوری دفاع کرده است؟ تئودور آدورنو که از اندیشگران مکتب فرانکفورت بود و ما در این رشته درس‌ها بارها از عقایدش یاد خواهیم کرد، همواره از جدی‌ترین و پرشورترین مدافعان مدرنیسم هنری بود. اما در آثار متعددی و از آن میان در کتاب نظریه زیبایی شناسی خود به شکل دقیقی نشان داد که هنر مدرن از خردباوری مدرنیته به هیچ رو دفاع نمی کند و برعکس با آن سر جنگ دارد. آدورنو که خود از رادیکال ترین ناقدان خردباوری مدرن بود و همراه با مکس هورکهایمر کتاب دیالکتیک روشنگری را نوشته بود که فکر می کنم هنوز هم کسی نتوانسته به انتقادهای آنان از مدرنیته پاسخ بدهد، در آثار مدرنیست ها بهترین متحد و همراه خود را می یافت. آدورنو بارها خردباوری مدرنیته را ایمان به خرد ابزاری خواند و مخاطرات آن را گوشزد کرد. او نشان داد که دیدگاه اسطوره‌ای در روزگار مدرن باقی مانده و سرمایه‌داری آرمان‌های سودطلب خود را با آن توجیه می‌کند. او مصائب انسان مدرن را نتیجه مدرنیته دانست و تاکید کرد که هنر مدرن علیه این مصیبت‌ها و سرچشمه آنها موضع دارد. به راستی هم می شود با آدورنو هم‌آواز شد که اندیشه و هنر مدرن فریاد اعتراضی است که از خود بیگانگی آدم مدرن را بیان می کند و آن را نمی‌پذیرد. در دهه گذشته یکی از شاگردان آدورنو که خود اکنون فیلسوفی مشهور است، یعنی یورگن هامبرماس، از زاویه تازه‌ای به این مسئله توجه کرد. او نوشت که بیشک هنر مدرن از خردباوری ابزاری دفاع نمی‌کند و در این مورد حق با آدورنوست که مدرنیسم از ناقدان بی‌رحم و سازش ناپذیر خرد ابزاری است و به هیچ رو با آن خردباوری همراه نیست که با تکیه بر پیشرفت‌های تکنولوژیک به توجیه نابرابری‌های اجتماعی و بی‌عدالتی‌های مناسبات تولید سرمایه‌داری می‌پردازد. اما مسئله اصلی این است که مدرنیسم در بنیان خود مدافع گونه دیگری از خردباوری مدرنیته، یعنی خرد ارتباطی است. هنر مدرن از آنجا که به هر رو به مخاطب ارائه می شود در موقعیت ارتباطی قرار می گیرد. در واقع می توان گفت که هیچ تجربه زیبایی شناسانه‌ای نمی تواند از این موقعیت بگریزد. اما چنین می نماید که هامبرماس نکته مهم را که یکی از ویژگی‌های هنر مدرنیست است از نظر دور کرده. این هنر به کمترین میزان ممکن در مدار ارتباط‌های انسانی قرار گرفته است. اگر از پاره‌ای موارد استثنایی بگذریم، همانطور که آدورنو به خوبی نشان داده بود، هنر مدرن توانایی ایجاد ارتباط با مخاطبان بسیار، یعنی توده‌های مردم را نداشته است.
البته این نکته بدین معنا نیست که هنرمند مدرن خواهان این ارتباط نبوده است یا کار او به این دلیل هنری است ناکامل، ولی به هر رو باید این واقعیت تلخ را پذیرفت که هنر مبتذلی که زاده صنعت فرهنگ و توجیه کننده مناسبات تولیدی و اجتماعی مسلط است، با انبوه مخاطبان تماس می‌گیرد و در مقابل هنر مدرن با مخاطبانی اندک شمار مکالمه می‌کند، تا آنجا که مخالفانشان را هنری سرآمدگرا نامیدند. اکنون به آن دگرگونی‌های بنیادین در بینش زیبایی شناسانه بپردازیم که به طور کلی نتیجه هنر مدرن است. هنگامی که تاریخ‌نگاران هنر از مدرنیسم یاد می‌کنند، از جریانی حرف می‌زنند که در فاصله سال‌های 1890 تا 1940 شکوفا شد. آنان در این جریان آیین‌ها، مکتب‌ها و حتی کار هنرمندان تک و مستقل را جای می‌دهند. گستره مدرنیسم بیش از حد تصور وسیع است. مدرنیسم در هنرهای معتبر و جا افتاده با همان قدرت کار کرد که در هنرهای تازه پدید آمده، مهمتر از همه سینما، و حتی به باززنده کردن هنرهایی از یاد رفته پرداخت. امروز که عنوان آیین‌هایی چون فوتوریسم، کوبیسم، اکسپرسیونیسم، سورئالیسم و یا نام‌هایی چون جیمز جویس، مارسل پروست، ویرجینیا وولف، فرانس کافکا، واسیلی کاندینسکی، پابلو پیکاسو، آرنولد شوئنبرگ، ایگور استراوینسکی، ازرا پاند، راینر، ماریا ریلکه و تی اس الیوت را به یاد می‌آوریم، احساس می‌کنیم که مدرنیسم به معنای ساده یک دگرگونی هنری نبود، بل انقلابی در بنیان بیان حسی یا زیبایی شناسانه بود. هرچند آغاز شکوفایی‌اش را به واپسین دهه سده 19 نسبت دادند، اما ریشه‌های پیدایش آن به دهه‌ها دورتر می‌رسد. در بحث از این ریشه‌ها و تبار باید به نکته‌ای دقت کرد که بسیار مهم است. شعرهای بودلر، رامبو و مالارمه، رمان‌های فلوبر و داستایوفسکی، نقاشی‌های امپرسیونیست‌ها و سمبولیست‌ها یا اپراهای چهارگانه واگنر را نمی‌توان به سادگی فقط سرچشمه مدرنیسم دانست. اکنون که تجربه مدرنیسم را از سر گذرانده‌ایم، به خوبی متوجه می‌شویم که بسیاری از این آثار نمونه‌هایی از هنر مدرن به حساب می‌آیند. یعنی نمی‌توان گفت که در آنها فقط رگه‌هایی از بیان مدرن وجود داشت، عناصری که بعدها در آثار دیگران کامل شدند، بل نکته مهم اینجاست که روش بیان آنها مدرن است. از سوی دیگر کسانی چون بودلر نه فقط در زمینه تجربه هنری هنرمندانی مدرن محسوب می شدند، بل در نوشته‌های انتقادی خود نیز از مدرنیسم دفاع می کردند و مبانی نظری آن را پایه می ریختند. پس شاید بتوان گفت که ما باید در آن طرح تاریخی تجدید نظر کنیم و پیشینه مدرنیسم را به سال‌های دورتر از دهه 1890 ببریم. نکته مهم در بحث ما این است که مدرنیسم معضل‌ها و مسائل تازه‌ای آفرید و نباید آن را تا حد روش‌هایی تازه در پاسخ گفتن به مسائل کهن تقلیل داد. مدرنیسم این را هم نشان داد که به هیچ رو به این معضل‌های هنری جدید از راه زیبایی شناسی کلاسیک نمی‌شود پاسخ داد. نخستین جنبه تازه که از دیدگاه فلسفی مهمترین هم هست، برداشتی جدید است از واقعیت، برداشتی که یکسر با ادراک زیبایی شناسانه کهن تفاوت دارد. و درست به دلیل همین برداشت تازه از واقعیت است که هنر مدرن بیانگر نیست، یعنی نکته مرکزی در آن بیان واقعیتی در دنیای بیرون یا حس و عاطفه و هیجانی در روح هنرمند نیست. چون هنر مدرن بیانگر نیست، یا به بیان بهتر به این راز مهم که هنر در گوهر خود بیانگر نیست آگاه شده، مقلد واقعیت هم نیست. این ضدیت با بیانگری را خوب به یاد داشته باشید، زیرا در درس 25 در بحث از دیدگاه شالوده شکنان به آن باز خواهیم گشت و بیشتر درباره اش صحبت خواهیم کرد. اما حالا باید بدانیم که این برداشت تازه از واقعیت چیست که هنر مدرن بدان رسیده است. برای هنرمند مدرن واقعیت هیچ چیز به معنای حضور خارجی آن یا ظهورش برای ادراک حسی سوژه نیست.
آنچه پیشتر موردی قطعی و حتمی فرض می‌شد، به چشم هنرمند مدرن چیزی است قراردادی که قطعیت وجودی ندارد، چشم‌اندازی که بنا به زیبایی شناسی کلاسیک در تمامیت خود معنا داشت. در بیان مدرن به اجزای خود تقسیم می‌شود و هر یک از این اجزا زندگی مستقل خود را می‌یابند. هنرمند مدرن به ادراک حسی خود نامطمئن است. وقتی براک و پیکاسو می‌گفتند که نمی‌خواهند آنچه را که می‌بینند نقش کنند، بل در پی آنند تا چیزی را که بدان می‌اندیشند بکشند، در واقع بی‌اعتمادی خود را به حس بینایی خویش نشان می‌دادند، زیرا به خوبی دانسته بودند که حس آنان چیزی نیست جز عادتهای دیداری، یعنی پذیرش قراردادهای نشانه شناسانه‌ای که ابژه تعریف را به عنوان واقعیت معرفی می‌کنند. دیگران یقین به اندیشه خویش که برای دکارت هستی را و در گام بعد جهان ابژکتیو را موجودیتی قطعی نشان می‌داد از میان می‌رفت. به این دلیل بود که در کوبیسم کلیت که در واقع نظام بسته‌ای ناشی از قرارداد بود، تقدس خود را از دست داد و نقاش آن را به اجزای دلخواه خود تقسیم کرد و هر جزء را آنسان که به نظرش درست می‌آمد تصویر کرد. ترکیب مجدد این اجزا جهان پدیداری را در حکم مجموعه قراردادی نشان می‌داد. این تجربه نقاشی بیان که نقاش بداند کار او را به آنچه هوسر تقلیل پدیدارشناسانه مینامید نزدیک می‌کرد. گونه‌ای شناخت بیمیانجی و مستقیم بود از خود هر چیز و چیز هم نه کلیتی خیالی بل واحدی بود رها از هر تعیین قراردادی و تحمیلی. آن قرارداد تازه‌ای که هنرمند با مخاطب می‌بست این مزیت و فضیلت را داشت که آگاهانه بود، چیزی را به جای چیز دیگری معرفی نمی‌کرد. آنچه از میان می‌رفت همان کلیت دروغین بود، کلیتی که شوئنبرگ نیز در موسیقی به جنگ آن می‌رفت. او هم کاری کرد که اجزا، حتی ساده‌ترین ملودی‌ها، چنان دگرگون شوند که ترکیب آنها هیچ تصوری از ملودی آشنا و از کلیت قراردادی که دیگر یگانه شکل ممکن ابژه شنیداری پنداشته میشد نیافریند. این دو مثال یعنی ترکیب تازه کوبیستی که به جای آنچه واقعیتش میپنداشتیم مینشیند و ملودی‌های تازه‌ای که بنا به قاعده آتونال یا 12 نوتی ساخته شده‌اند و جهان آشنای ملودیک و هارمونیک را در هم میشکنند، ما را به سوی نکته تازه‌ای در کار هنرمند مدرنیست راهنمایی می‌کند. بیان مدرن از آنچه پیشتر شناخته و تبیین شده دور می شود، نه فقط به خاطر پیش بردن پیکارش با سنت‌ها، بل پیش از هر چیز به خاطر ادراکش از دروغین بودن تمامیت آشنا. هنگامی که فرمالیست‌های روسی مفهوم آشنایی زدایی را طرح می‌کردند، در واقع یکی از مهمترین جنبه‌های کار هنر مدرن را به بحث می‌گذاشتند و آن را تا حد نظریه‌ای در مورد هر شکل آفرینش هنری تعمیم می‌دادند. به این اعتبار نیز هنر مدرن در حکم خودآگاهی تجربه زیبایی شناسانه است. یعنی آنچه بنا به مثال مشهور شکلوفسکی در نوشته‌های گوگل و تولستوی یافتنی است، اما به گونه‌ای ناآگاهانه به کار رفته در هنر مدرن همچون قاعده اصلی بیان هنری جلوه می‌کند. زیرا هنرمند مدرن به طور کامل به این راز آگاه شده که هر چیز آشنا غیر زیبایی شناسانه است و در حکم پنداری است از واقعیت که راز یا سرچشمه قراردادی آن گم شده و اکنون به جای واقعیت معرفی می شود. بنا به حکم فرمالیست‌ها هنر آنجا آغاز می شود که ما از جهان آشنا و معمولی که بدان عادت کرده ایم جدا شویم و به دنیای نشناخته گام بگذاریم، به سرزمین شگفتی‌ها. شکلوفسکی مثال می‌زند که ساحل نشینان صدای امواج دریا را نمی‌شنوند زیرا به آن عادت کردند، اما مسافری تازه وارد به بندر آن صدا را می‌شنود و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد، یا از صدا خوابش نمی‌برد یا آن را سخت زیبا می‌یابد. در زندگی هر روزه شهر هزاران شگفتی هست، اما نه برای شهروند بل برای بیگانه.
در هنر مدرن ناآشنایی موضوعی است مربوط به شکل، اما شاید بتوانیم آن را همچون درون مایه غنی نیز بدانیم. گمان می‌کنم با من هم نظر باشید که جنبه تراژیک نمایش‌های چخوف از شخصیت‌ها، رویارویی‌ها و تعارض‌ها، کنش‌ها و حتی از ناهمخوانی‌های اخلاقی و فرهنگی نسل‌ها برنمی‌آید. این جنبه پیش از هر چیز زاده تداوم زندگی یکنواخت، هر روزه، تکراری و ملال‌آور است. نه فقط هوشمندترین یا حساسترین شخصیت‌ها چون نینا و کنستانتین در مرغ دریایی، وانیا و سونیا در دایوانیا، بل تمامی شخصیت‌های چخوف، حتی لوپاخین نوکیسه یا ترافیموت، همیشه دانشجوی انقلابی و ایدئالیست در باغ آلبالو، هر یک به نوعی و با ناتوانی ویژه خود اسیر این ملال زندگی هر روزند. مصیبت زدگانی هستند که دیر یا زود متوجه موقعیت خود می شوند، پس می نالند و همچنان راه گریزی نمی یابند. اما بنیان کار هنر در شکل است و نه در درون مایه ها. هنر گریز از زبان آشناست و دستیابی به لذت بیگانگی. شعر هیچ نیست مگر کاربرد نامتعارف زبان. میتوان همراه با این نگرش فرمالیستی یادآور شد که در زندگی معاصر زبان به کارکردهای ارتباطی خود تقلیل یافته است و همه چیز در آن بنا به قاعده و به گونه‌ای منطقی و پذیرفتنی می‌گذرد. قرار است که همگان مقصود یکدیگر را با آسانی درک کنند. زبان ارتباطی شفاف می شود، چنان که انگار خودش حضور ندارد. به بیان دیگر، زبان اینجا هیچ نیست مگر ابزار انتقال معنا، اما در شعر زبان آشنا در هم می شکند. اینجا زبان به هدف تبدیل می شود. شاید بهتر باشد که بگوییم زبان در شعر فقط ماده شکل دهنده و سازنده نیست، بل مبارز طلب است و شعر را به جنگ با خود می‌خواند. شعر زبان را ویران می‌کند، آن را از ابزار ارتباط به موضوع اصلی و به یک معضل تبدیل می‌کند. باید گفت که هنر مدرن این راز را پیش از نظریه پردازان بزرگ فرمالیست کشف کرده بود. اثر هنری مدرن ناآشناترین چیزهاست. مثالی بسیار مشهور از شگردی که بیگانه سازی خوانده می شود روش برتولد برشت است. او خود می نویسد رویداد یا شخصیتی را بیگانه کردن در درجه اول یعنی جنبه بدیهی و آشنا و مفهوم را از این رویداد یا شخصیت گرفتن و کنجکاوی و شگفت‌زدگی را نسبت به آن برانگیختن. برشت مثال می‌زند که می‌توان خشم گرفتن شاه لیر به دخترانش را چنان نشان داد که تماشاگر کار او را توجیه کند و آن را یگانه کار درست و طبیعی بشناسد و امکان خشمگین نشدن لیر را هیچ متصور نشود. از سوی دیگر می‌توان مسئله را چنان نشان داد که تماشاگر از لیر در خشم شود و امکان واکنش‌های دیگری را نیز برای او متصور شود. پس خشم بازیگر را امری خاص بشناسد و نه امری کلی و با خود بگوید آری این خشم انسانی هست ولی میان تمامی افراد انسان عمومیت ندارد. در نتیجه تماشاگر امکان دگرگونی را میپذیرد. نه فقط این انسان بل شرایط زندگی او نیز میتواند دگرگون شود. تماشاگر دیگر کسی نخواهد بود که جهان را میپذیرد بل کسی است که میتواند بر جهان مسلط شود. به گفته برشت اکنون تئاتر جهان را در اختیار او قرار میدهد تا او در این جهان دخالت کند. اما هر چیز ناآشنا برای ذهنی که به قاعده‌های مرسوم بیان خو گرفته باشد هراس‌آور است. شنونده کوارتت‌های شوئنبرگ یا وبرن از شنیدن موسیقی نامتعارف و ناآشنا به هراس می‌افتد. او نه از محتوای اثر بل از شکل آن، از ساختارش و از شیوه بیانش می‌ترسد. چیزی می‌شنود که عادتهای شنیداری و حس زیبایی شناسانه‌اش را به مبارزه می‌طلبد. در این شکل هراسناک، بازتاب و پژواک جنبه هول‌انگیز جهانی را می‌توان شنید که شوئنبرگ و وبرن در آن می‌زیستند.
پس هنر مدرن از آنچه بنیان هنر رمانتیک بود، یعنی از عاطفه و شور دور می شود. حس از راه مستقیم شکل منتقل می شود و نه از راه بیانی قراردادی، یا بدتر از آن از راه ایجاد تصویری خاص از هنرمند، تصویری دروغین که مخاطب در نهایت بدان باور ندارد اما آن را همچون حکایتی پذیرفته است. هنر مدرن آرامش مخاطب را برهم می‌زند. برای تماشاگر آشنا به رمزگان سینمای کلاسیک که با آنها همه چیز قابل پیش‌بینی و قابل درک است، تماشاگری که پیشاپیش به پایان خوش و نتیجه دلخواه امید بسته، زندگی در دنیایی که آلن رنه و آندری تارکوفسکی می‌آفرینند هراس‌آور است. این است راز واکنش منفی عامه تماشاگران به سینمای مدرن. آنان ناتوان از برآوردن انتظار هنرمند، یعنی ناتوان از اندیشیدن مستقل و آفریدن طرح معناشناسانه خود، از اثر روی برمیگردانند و به آثاری روی میآورند که همه چیز آنها قابل پیش بینی باشد، آثاری که حتی نیازی به درک شدن هم ندارند. مهم نیست که این آثار آشنا تا چه حد ترسناک باشند یا چه عجایبی را نمایش دهند. این شگفتی‌های آشنا را می‌توان تحمل کرد. آنچه تحمل ناکردنی است، شکل و ساختار نامتعارف است. در دنیای حقیر زندگی هر روزه ناامنی کم نیست، اما هیچ چیز ناامن‌تر از آن نیست که شکل زندگی دگرگون شود. از آنچه تا اینجا آمد میتوان اهمیت شکل را نزد هنرمند مدرن دریافت. پیش او اعتبار دلالت‌های اثر، یعنی کارکرد ارجاعی آن، کاهش می‌یابد و به طور مدام شکل اثر ارزش بیشتری می‌یابد. مثالی از این نکته را میتوان در آثار موسیقیدانی یافت که در آغاز پیدایش موسیقی مدرن حلقه رابطی ساخت میان واپسین جرقه‌های موسیقی رمانتیک و آثار شوئنبرگ. در تمامی آثار گوستاو مالر ما با دنیای مرموزی روبرو می‌شویم که نه در سطح بل در ژرفا شکل می‌گیرد. در کارهای او ملودی‌ها آشنایند یا از ترانه‌های فولکلوریک اقتباس شده‌اند و یا ساختاری بسیار ساده دارند. آدورنو این سادگی را عنصر محافظه‌کارانه مالر می‌دانست، اما می‌پذیرفت که این یگانه عنصر این موسیقی نیست، بل چیزی متضاد با آن در هر اثر مالر شکل می‌گیرد. به گمان من این چیز متضاد در ساختار قطعه‌های مالر نهفته است، در حالی که همان نغمه‌های آشنا در سطح پیش می‌روند، تکامل می‌یابند، با یکدیگر ادغام می‌شوند و مایه‌های تازه و در بیشتر موارد باز هم ساده‌ای می‌آفرینند. در ژرفنای قطعه مایه‌هایی بیش و کم نامفهوم شکل می‌گیرند. گاه این مایه‌ها تا حد اصواتی ناب تنزل می‌یابند، گاه از ترکیب آنها با هم نغمه‌هایی به گوش می‌رسد که مخالف مایه‌های مسلط پیش می‌روند. گاه در این حالت منازعه که در سطح جریان دارد، باز چیزی تازه در اعماق پدید می‌آید. این زیرساخت راز دلبستگی مالر به ارکستر بزرگ را نشان می‌دهد، زیرا او در این کثرت آواها ساده‌تر می‌توانست لایه‌های گوناگون را بیافریند. می‌دانید که سمفونی هشتم او باید با 1000 نوازنده و خواننده اجرا شود. برای پرهیز از طولانی شدن بحث اینجا تنها اشاره‌ای می‌کنم به ادراک علمی روزگار مالر. باور مارکس را به اعتبار زیربنا به یاد آورید و این نکته را که هرچه در سطح درک شدنی مناسبات زندگی هر روزه می‌گذرد با مناسبات تولیدی زیربنایی تعیین می‌شود، و یا به ادراک فروید از ناآگاه توجه کنید که رانه بنیادین، یعنی نیروی برانگیزنده اصلی را در ژرفنای روان آدمی می‌جست و آنچه را که در سطح، یعنی در بخش خودآگاه روان ما می‌گذرد، جز شکل ظهور ناخواسته و نادانسته آن پاره عظیم و پنهان کوه یخ نمی‌شناخت. مثال دیگری که فوراً به یاد می‌آید روانشناسی ژرفنای یونگ است. از آنچه آمد این نتیجه فوری به دست می‌آید که در هنر مدرن ابهام معنایی نقش مهمی دارد، اما این ابهام همواره از راه پیچیدگی بیان به دست نمی‌آید.
بیشک در مواردی بیان هنرمند مدرن بسیار پیچیده است. بخشایی از اولیس جیمز جویس و تمامی رمان آخر او فینگنس ویک از مرموزترین و مبهمترین آثار ادبیات جهانی محسوب می شوند. کانتوهای ازرا پاند به ویژه واپسین کانتوها نیز پیچیده‌اند و رازهای سرزمین هرز الیوت جز به یاری یادداشت‌های خود شاعر و توضیح‌های شارحان قابل درک نیست، اما این یک قانون کلی بیان مدرن نیست. کافکا ساده می‌نوشت و نثر او به گفته بسیاری از ناقدان آثارش به گزارش‌های اداری همانند بود، تا آنجا که به نظر می‌رسد این شیوه بیان یکسر عمدی است. معماری مدرن آشکارا گرایش به سوی سادگی افراطی داشت، تا آن حد که می‌توان گفت اصل بنیادین این معماری کارایی و سودمندی هر جزء بوده است. البته می‌توانیم ادعا کنیم که در بیشتر آثار هنری مدرن قاعده ابهام بود که حکم نهایی را صادر می‌کرد. حتی در آثار کافکا که نثری ساده و شیوه بیانی سهل و ممتنع داشت، همواره مواردی ناگفته وجود دارد. در داستان‌های کوتاه او که به حق بهترین کارهایش خوانده می‌شوند، قاعده مطلق ایجاز بیان این تصور را می‌آفریند که طرح راستین روایی داستان در لابلای سطور وجود دارد، یعنی اعلام نشده است. این قاعده چندان مقتدر است که در حال خواندن داستان‌های کوتاه او این تصور در ذهن خواننده پدید می‌آید که آنچه می‌خواند مهم نیست، بل نکته اصلی، مرکزی و مهم جای دیگری نهفته است. این نکته تا حدودی نتیجه بیزاری کافکا از مجازهای بیان بود که تا میشد از آنها دوری می‌کرد. همین پنهانگرایی که تجربه نهان روش و باطنی هنر مدرن است و هم آن باور تازه هنرمند مدرن به واقعیت تغییرپذیر، اهمیت رویکرد مدرنیسم به فهم و بیان سازوکار رویکرد ذهن انسان را نشان می‌دهد. اگر واقعیت جز موضوعی قراردادی نباشد و موقعیت آن جز با ذهن آدمی تعیین و مشخص نشود، پس بیان آن تنها از راه‌های پیچ در پیچ هزار توی ذهن می‌گذرد و ممکن است. مارسل پروست در رمان بزرگ خود در جستجوی زمان از دست رفته کار یک فیلسوف را نیز انجام داد. او به شیوهی خیره کننده نشان داد که زمان زندگی هیچ نیست مگر توانایی ذهن در حکایتگری. پروست از راهی یکسر متفاوت از راه مارتین هایدگر به این نتیجه رسید که هیچ فاصله‌ای زمان را از هستی انسانی جدا نمی کند. از سوی دیگر او دانست که زندگی راستین آدمی دانستنی و شناختنی نیست مگر در زمان روایت شده، یعنی در بیان ادبی. آیا قهرمان واقعی رمان او ذهنی نیست که به زمان می‌اندیشد؟ شیوه مشهور جیمز جویس و ویرجینیا وولف که به جوشش و سیلان ذهن یا آگاهی آدمی وابسته است، بهترین مثال است در حاکمیت ذهن بر بیان هنری مدرن. هنگامی که در توضیح کار پیکاسو یا شوئنبرگ می نوشتم که آنان در تجزیه کل به اجزا هر جزء را چنان که خود درست می دانستند شکل می دادند، در واقع همین قاعده مدرنیسم را نشان می دادم، حکومت مطلق ذهن را. واپسین نکته که در اهمیت و اعتبار هیچ کم از دیگر نکته‌های این بحث ندارد، خودآگاهی هنرمند مدرن است. چنین به نظر می آید که بزرگترین این هنرمندان به خوبی از معنای تاریخی و زیبایی شناسانه کاری که انجام می دادند آگاه بودند. تاریخ هنر هیچ دوره دیگری را به یاد ندارد که هنرمندان تا این حد به جنبه‌های گوناگون کار خود آگاه باشند و از کار خود چنین دقیق و کامل انگار که در مقام یک ناقد بحث کنند. هر یک از هنرمندانی که تا اینجا نام بردم یا در مقاله‌های انتقادی، نامه‌ها، گفتگوهای منتشر شده و یا مهمتر در آثار هنری خود تصویری کامل و جامع از پوئسیس خویش ارائه کردند. باز در این مورد مثال عالی رمان پروست است که میتوان به ویژه مجلد نهاییش را از زاویه کار نقادانه خواند. حال بگذریم از نقدهای درخشان ادبی که پروست نوشته است.
این نکته نهایی به یک منش اصلی هنر مدرن وابسته است که پیش از آن با عنوان خودآگاهی یاد کردم. هنر مدرن تنها به ذهن هنرمند وابسته نیست، بل از راه آنچه ژولیا کریستووا مناسبت بینامتنی خوانده به متون دیگر و به تجربه ادبی دوران وابسته است. باز اگر از مواردی استثنایی بگذریم، هنرمند مدرن کارش را صرفاً بر اساس شهود و غریزه پیش نمیبرد. آفرینش برای او وابسته است به دانش زیبایی شناسانه از تجربه هنری دوران. زمانی اسکار وایلد رساله‌ای به غایت خواندنی نوشته بود به نام ناقد در مقام هنرمند. چنین می‌نماید که در مورد هنرمند مدرن باید جای واژگان را عوض کرد و گفت هنرمند در مقام ناقد. خود وایلد به نبوغش در نقادی آگاه بود. شماری عظیم از دیگر هنرمندان مدرن نیز به کردار ناقدان نوشتند و مهمتر به گفته هرمان بروخ از آثار خود متونی نقادانه پدید آوردند.